درود خدمت شما دوستان عزیز. ما امروز اومدیم سراغ یکی از معروفترین نمادهای شهر پورتو، پل لویی اول یا پونت لوئیس. این پل قشنگ روی رودخونه دورو ساخته شده، رودخونه‌ای که از کوههای اسپانیا سرچشمه میگیره و بعد از چند صد کیلومتر تو همین شهر پورتو به اقیانوس اطلس میریزه. داستان این پل برمیگرده به قرن 19 هم. ساختش بین سالهای 1881 تا 1886 انجام شد. طراح اون یک مهندس فرانسوی بوده به نام تئوفیل سیری که اون در واقع همکار سابق گوستاو ایفل، سازنده برج ایفل بود. این پل دو طبقه داره. طبقه بالا مخصوص مترو طراحی شده و از طبقه پایین ماشین ها رفت و آمد میکنن. این پل محل اتصال دو شهر ویلانووا د گایا و پورتو هستش که تماشاشون از این بالا واقعا بی‌نظیره. اینجا فقط یک پل نیست، یه تیکه از تاریخ پورتو، یک نماد از وصل شدن دو شهر، دو فرهنگ و شاید حتی دو مسیر از زندگی. این فقط یکی از زیبایی‌های شهر پورتو بود. توی ویدیو بعدی میریم سراغ یکی دیگه از جاهای تاریخی و خاص پرتغال که حتما باید بشناسینش. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. Das areias portuguesas, saudades dos fados em Lisboa, saudades dos seus portos marinheiros e o mar do meu Algarve que namora. Vontade de uma noite inesquecível, brindar com vinho verde na janela, sentir a vida inteira num abraço, ouvindo uma guitarra portuguesa. Vontade de voltar à minha terra, ficar do teu lado enquanto viva, de ver amanhecer no meu barquinho, cantar juntos Estefado à deriva.